سلام بهار هستم. خداوند رو سپاسگزار هستم که امروز هم فرصت شد بتونم با به اشتراک گذاشتن گوشه ای از دانسته های خودم در کنار شما عزیزان باشم. امروز میخوام در مورد نحوه درس دادن و مدیریت کردن کلاس در مقطع پیش از دبستان باهاتون صحبت کنم. تو جلسه قبلی در مورد اینکه اصلا موضوعات رو چطوری انتخاب کنین و نحوه درس دادنتون به چه شکل باشه توی کلاس صحبت کردم. امروز میخوام در مورد نحوه رفتار کردنتون صحبت بکنم، اینکه چطوری میتونیم با رفتارتون کلاس رو بهتر مدیریت بکنین، چه کارهایی که انجام بدین میتونه کلاس رو برای شما و برای بچه‌ها لذت بخشتر بکنه. اولین چیزی که میخوام براتون بگم و فکر میکنم که خیلی اصل مهمی هستش توی آموزش دادن به بچه‌های پیش از دبستان، اینه که کلاستون همیشه باید جذاب باشه. یعنی اگر که تایم کلاستون 10 دقیقه است، اگر تایم کلاستون 30 دقیقه است، اگر تایم کلاستون 40 دقیقه یا 1 ساعت هستش، شما باید این تایم رو به صورتی مدیریت بکنید که همیشه کلاستون یک کلاس جذابی باشه. کاری که من خودم همیشه میکنم اینه که همیشه یه بازی آماده دارم، شاید هم بیشتر از یک بازی باشه، به خاطر اینکه بچه‌های قبل از دبستان خیلی زود حوصله‌شون سر میره و گاهی وقتی یه بازی رو یه دور انجام میدین، اون بازی اونقدر برای انجام دادن یه دور جذابیت داشته. ولی بعضی بازی‌ها هستش که نه، خودتون از کلاس هم متوجه میشه بچه‌ها دوست دارن 2 دور 3 دور یه بازی رو انجام بدن. در نتیجه همیشه توی ذهنتون و توی لسن پلنتون چند تا بازی رو به صورت رزرو داشته باشین. یه بازی اصلی باشه که میخواید به وسیله اون بازی موضوع مورد نظرتون رو آموزش بدین. یه بازی هم بازی باشه که اگر احیانا زمان اضافه اومدش و یا احساس کردید که یه بازی جدیدی برای کلاستون لازم هست، اونو استفاده بکنید. من گاهن از ابزارهای کمک آموزشی استفاده میکنم. این ابزارهای کمک آموزشی میتونه یه توپ باشه، میتونه یه عروسک باشه، یه عروسک دسته باشه، یا عروسک‌های انگشتی باشه. خیلی مهم نیستش، ولی چیزهایی باشه که بچه‌ها دوست داشته باشن. تقریبا همه بچه‌ها عروسک دوست دارن، تقریبا همه بچه‌ها توپ رو دوست دارن و سعی میکنم که با استفاده از این ابزارها کلاسم رو جذاب کنم. چون اصل اساسی توی کلاس برای آموزش به بچه‌های قبل از دبستان جذابیت همیشگی کلاستون هست. دومین موضوع این هستش که شما باید بتونید کلاس رو از طریق تنبیه و تشویق مدیریت بکنید. چیزی که میخوام بهتون بگم و فکر میکنم که یکی از دلایل موفقیت من توی کلاس ها بود اینه که من توی کلاس هم چیزی به اسم تنبیه ندارم. من یا یه بچه‌ای رو تشویق میکنم، حالا به هر دلیلی میتونه باشه، به این دلیل که اون جمله مورد نظر من رو گفته، جواب مورد نظر من رو گفته، رفتار مورد نظر من رو گفته، من یا یه بچه‌ای رو به این دلایل تشویق میکنم یا تشویق نمیکنم. در واقع اون تشویق نکردن بچه‌ای وقتی تشویق نمیشه یه جور تنبیه حساب میشه. ولی من هیچ بچه‌ای رو تنبیه نمی‌کنم. هیچ وقت هیچ بچه‌ای رو به خاطر رفتار نادرستش، به خاطر جواب نادرستش یا به خاطر اون چیزی که من انتظار داشتم و از اون بچه ندیدم تنبیه نمی‌کنم. ولی همیشه تشویق میکنم و بچه‌ها میدونن تو کلاس من یا تشویق میشن یا تشویق نمیشن و برای اینکه تشویق بشن یک مسابقه و یک هیجان دائمی هستش. چیزی که وجود داره اینه که بچه‌های قبل از دبستان خیلی 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 ساده تشویق میشن. یعنی شما با یک لبخند، با یک تون صدای بلند که داری بهش میگی که جواب درست دادی یا رفتار درست کردی،
میتونی بچه ها رو تشویق کنی. یعنی همینقدر که اینها بچه ها بسیار موجودات ساده هستن، بسیار معصوم هستن، تشویق کردنشون هم میتونه همینطوری باشه. و بعد حالا این دیگه بستگی به نظر شما داره. ممکن که یه وقتایی میخوای از تشویق های خاصی استفاده کنی، شاید لازمه که یک قانون خاص رو تو کلاستون بذارید و اون یک تشویق ویژه‌ای میخواد، میتونین از این هم استفاده کنید. ولی به خاطر داشته باشید که کلاستون رو فقط و فقط با تشویق کردن مدیریت کنید. چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که یک خط باریکی هستش بین یک معلم بسیار منعطف و یک معلم جذبه دار منعطف. یعنی بچه ها باید بدونن که همونقدر که شما همیشه در حال تشویق کردن هستین، همیشه در حال خندیدن هستین، همیشه یک روی خوشی از خودتون نشون میدین، در صورتی که رفتار مورد نظر شما، در صورتی که جواب مورد نظر شما رو هم نگیرن، شما جذبه مخصوص به خودتون هم دارید. یعنی باید به بچه ها یک نرمی به اندازه رو از خودتون نشون بدید. موضوع دیگه که هستش که به نظر من فکر میکنم معلم ها خیلی باید این رو دقت بکنن اینه که گاهن این حتی در حینی که شما دارید توی کلاس با بچه ها بازی میکنید هم اتفاق میفته. باید حواستون به این باشه که بچه ها خسته نشن. یعنی اگر کلاستون 10 نفر، 30 نفر، 20 نفر شاگرد داره، باید حواستون به تک تک بچه ها باشه که بچه ها خسته نشن. بچه ها خستگیشون رو خیلی راحت نشون میدن. خیلی وقتا به زبون میارن، خیلی وقتا خمیازه میکشن، خیلی وقتا اصلا حواسشون به شما نیست، خیلی وقتا روشونو میکنن اونور. اینها همه نشون میده که اون موضوع یا اون کاری که دارین میکنین، اون اکتیویتی که دارین، فعالیتی که دارین توی کلاس انجام میدین، از جذابیت کلاس کم شده و حالا باید سیستم رو عوض کنید، باید طرزتون رو عوض کنید. گاهن ممکنه که شما بتونید با بالا بردن، پایین آوردن صداتون این کار رو انجام بدید. ممکنه با یه آهنگی بتونید این کار رو انجام بدید. یعنی شروع کنید دست جمعی آهنگ خوندن با یه بشین پاشو ساده. یعنی همونطوری که اول ویدیو گفتم، کلاستون باید همیشه جذاب باشه و در نهایت حواستون به تمام بچه ها باشه که بچه ها خسته نشن. یعنی باید تمام بچه ها رو زیر نظر داشته باشین، چون بچه های قبل از زمستان خیلی زود خسته میشن و اگر که شما بخواید یک بازدهی خوبی از کلاستون داشته باشید و بتونید چیزی که میخواین رو به بچه ها یاد بدین و منظورتون رو بفهمونید، لازمه که بتونید کلاس رو خیلی خوب مدیریت کنید و کلاستون رو با ابزارهای مختلف که میتونه آهنگ باشه، میتونه بازی باشه، میتونه رقصیدن باشه، میتونه دست زدن باشه، انرژی آنی رو تزریق کنید توی کلاستون و کلاستون همیشه اون جذابیت و تازگی رو داشته باشه. این موضوعاتی بودش که به نظرم اومد توی این ویدیو باهاتون به اشتراک بذارم در مورد اینکه چطوری با بچه ها رفتار کنید. رفتار کردن با بچه ها باید اعتراف کنم که خیلی خیلی موضوع پیچیده‌ای هستش. یک موضوعی هستش که ما به عنوان معلم همیشه باید باهاشون درگیر باشیم که بدونیم با بچه ها چطور رفتار کنیم، چطوری بتونیم مطالب رو با یک رفتار درست به بچه ها آموزش بدیم که نتیجه مورد نظرمون رو بگیریم. باز شما اگر که سوالی داشتین حتما برای من بنویسین، با من به اشتراک بذارین و این سوال ها هم باعث میشه که موضوعات جدیدی برای اینکه در موردش ویدیو ساخته بشه داشته باشیم، هم اینکه اگر لازم باشه جوابش رو برای شما بنویسم. خیلی ممنونم، خیلی حس خوبی دارم که در کنار شما هستم و احساس میکنم که وقتی معلم ها با احساس بهتری وارد کلاس بشن و با احساس بهتری درسشون رو بدن، خیلی خیلی دنیا زیباتر خواهد شد، چون بچه های شاد آینده شاد خواهند ساخت و یک آینده شاد یعنی یک دنیای بهتر. عاشقتون هستم، سپاسگزارم ازتون، به امید دیدار.